سیوم سپتامبر سال 2005 توجه و دقت اودیتوریای سرشمار بینندگان به خبر افتتاح تلویزیونی نو جلب گردید. این رویداد واقعا هم قابل توجه بود، زیرا افتتاح تلویزیونی سفینه نخستین قدم‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت پررا ساختن فضای آن زمانه خالی اطلاعاتی کشور را رشد دادن ساحه بود و واقعا هم تصمیم سریع‌وقتی و موفق هم گردید. زیرا در پی افتتاح اولین تلویزیونی دورانی صاحب استقلال، دیگر شبکه‌ها هم روی کار آمدند که خالیگی موجوده دوره به دوره پر گردیده و سر از کودکان و نورسان تا به ورزش و علم و معرفت و سیایی و هنرهای مردمی دارای شبکه و منبر علیحده خود گشتند. موفقیت اساسی اولین تلویزیونی که در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان تأسیس یافت و به فعالیت آغاز کرد، از روزهای اولی کاریش با وسیع گردیدن دایره تماشابینانش نه تنها در داخل بلکه در خارج، علل خصوص در کشورهای فارسی زبان احساس شونده بود. تهیه و پخش برنامه‌ها با دید و نگاه تازه، استفاده وسیع فناوری‌های تکنیکی هنگام بند و بست برنامه‌های تلویزیونی و با تکیه بر متخصصان جوان و صاحب ذوق آماده کردن برنامه‌های تلویزیونی در دایره طلبات و خواهش بینندگان در یک مدت کوتاه سفینه را موفق و سرتماشابین گردانید. خاصه در فضای فرهنگی تاجیکستان، افتتاح مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه کاملا رویداد فرابخش بود. فعالیت منبع این شبکه با معرفی چهره‌های نوی هنر و صنعت، صاحب استعدادان نوتکرار در بخش سینما و تئاتر، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مملکت باعث گردید. پیاده‌سازی طرح‌های جدید تلویزیونی، روی دست گرفتن لایحه‌های جالب جمهوری‌وی و منطقوی در حال رقابت‌های ایجادی، نفوذ سفینه را بلند برداشت و اودیتوریای سرشمار آن را تامین نمود. در این روند هم مؤسسه از دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در کنار نبود و با تقاضای زمان و رشدیابی نظام استفاده بری دستگاه و تجهیزات پخش و تهیه برنامه‌ها، مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه سال 2017 با اشتراک رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمان آزاده امامعلی با فرمت پخش HD گذاشت که این تحولات تکنیکی صفت پخش برنامه‌ها را به کل دیگر نمود. خلاص نوگانی پای نوگانی و اینک پس از 18 سال باز موفقیت و احساس دستگیری. 13 دکبر سال 2023 همچون 3 سپتامبر سال 2005 خاطرمانو برای بخش ساحه تلویزیونی مملکت روز تاریخی است. زیرا آن زمان سفینه اولین تلویزیونی دورانی صاحب استقلال بود و این زمان باز هم سفینه صاحب اولین بینایی گردید که مخصوص برای تلویزیون ساخته شده و مؤثرترین شرایط دارد. بینای خوشتر و زمانوی با 6 استودیوی مجهز و دستگاه‌های نسل نوی صاحبی واقعا هم توفای ارزنده و به‌بها برای همگی کارمندان شبکه مذکور. برای ما کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه، اولین تلویزیونی زمانی صاحب استقلالی مایه افتخار و سرفرازی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی مؤسسه ما را مورد استفاده قرار دادند. با استفاده از فرصت مناسب به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای این هدیه بزرگ که برای ما دستاورد تاریخی به حساب می رود مینه‌داری بیان می کنم. اکنون کارمندان تلویزیونی سفینه در شرایط موثرترین که در رسانه‌های کشورهای پیشقدم دنیا دیدن ممکن است فعالیت را ادامه می‌دهند. اینجا شرایط و امکانات برای کار و فعالیت فراهم است که قبلا دست‌نورس بود و تکنولوژی نصب شده است که در یگان تلویزیون دیگری مملکت تا به حال استفاده نگردیده است. مثلا تشکیل استودیوی ویرتوئالی نوگانی در ساحه تلویزیونی وطنی دانسته می شود، زیرا تکنولوژی این استودیو به طور فاصله‌ای اداره می شود و در درجه واقعی وقت امکانیت آماده کنی و گذاشتن صحنه‌های دلخواه برای هر برنامه دارد. به همین مانند دیگر استودیو و تکنیکای کاری در بینای مذکور نو زمانوی اند. برنامه اطلاعاتی نوید هم امروزه از این پس از استودیوی علیحده و با صحنه کاملا نو که با نصب تجهیزات رقمی آماده گردیده است پیشنهاد بینندگان گردیده. صبح هیئت ایجادی برنامه صبح بخیر تاجیکستان با بینندگان خود در فضای کاملا زمانوی و زیبا استقبال خواهند گرفت. این استودیو برنامه صبح بخیر تاجیکستان است و قرار است که از این بابت از اینجا به بیننده صبح بخیر بگوییم. بسیار خوشحال از آن هستیم که در چنین شرایط کارهای ایجادی خود را از این بابت ادامه می‌دهیم و این فضا طبیعی است که ذوق و الهام کاری هر ایجادکار را باز هم بیشتر می‌سازد. فضایی که از هر پهلو دیگرگونه زیباست. حجره‌های کاری، استودیوهای برهوا با تکنولوژی‌های نو و در مجموع خودی بینا با بهترین شرایط معاصر ساخته شده است. خلاص بینندگان سرشمار تلویزیونی سفینه را برنامه‌ها با سطح و مضمون و مندرجه بلند و آرایشات دیدنی و زیباتر انتظار است. قسمت بیشتر دستگاه و تجهیزات کاری سر از تجهیزات روشنیدهی تا دستگاه‌های ثبت و بندوبست برنامه‌ها نو کرده شدند. خوشحال از آنم که در برابر بینای نو زمانوی همچنین اکثریت دستگاه‌های ثبت و تنظیم برنامه‌ها در مؤسسه عوض کرده شدند. چنین امکانات مستعد شرایط فراهم می‌آورند که من بعد ما برنامه را با ثبت صفت خیلی بلند و با نظرداشت ذوق بلند تماشابینان فعلی آماده کرده و پیشنهاد نماییم. خود بینا کاملا شرایط دیگر را برای فعالیت تیم مؤسسه فراهم ساخت. امکاناتی که فعلا در بخش مذکور در کشور قیاس نشونده است. راهروهای برهوا و زمانوی که با دید نگاه تازه رنگ و آرا یافتند، حجره‌های برهوای کاری، امکانات وسیع برای استراحت، شرایط مشغول شوی با تمرین و مشق‌های ورزشی فارغ از کار، بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه را زیبا و
муосиру замонавӣ кардааст. боиси фараҳу шодмонист ки дар ҷанбасти сол муассисаи давлатии телевизиони Сафина соҳиби бинои наву хуштарҳу замонавӣ гардид. Акнун бо ба истифода додани ин гуна як бино ва ҷорӣ кардани техникаву технологияи нав кори мо кормандони соҳа алалхусус журналистон, натоқон ва дигар кормандони техникӣ боз ҳам осонтару фаҳмутар мешавад. навиди дигар барои мухлисони телевизиони Сафина ин аст ки дар ояндаи наздиктарин онҳо имконият пайдо мекунанд рӯи мавҷи FM радиои Сафинаро ҳам гӯш кунанду аз барномаҳои ҷолиби он баҳравар гарданд. ин тасмим ҳайати эҷодии Сафинаро бо тамошобинону шунавандагон боз ҳам наздиктар хоҳад кард. имкониятҳои кору фаъолият барои бахши техникии муассиса ҳам ба куллӣ дар иншооти нав дигар гардидааст, зеро дар ин ҷо барои нигоҳдории нақлиёти хизматӣ тамиру нигоҳдории дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ шароити замонавӣ фароҳам аст. дар маҷмӯъ бинои нави муассисаи давлатии телевизиони Сафина аз 3 қисмат 2, 3 ва 5 ошёна бо таххона иборат буда бо диду нигоҳи хосса сохта шудааст. зебоии дигареро иншоот шомгоҳон ба худ касб менамояд, зеро рангорангии чароғҳои насбшуда барои тамошо ҷолибу зиннат бахшанд. яъне ин тӯҳфаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ғамхориҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба аҳли кормандони муассисаи давлатии телевизиони Сафина карда шуд, бебаҳову бемисл буда масъулиятро ҳам барои омодакунии барномаҳои ҳирфаӣ, расондани хабару гузоришҳои дақиқу саривақтӣ, рушд додани фарҳанги миллӣ ва тарғиби дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол дучанд баландтар менамояд.